با مقصد اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره آمادگی‌ها به دوره تیره‌ماه و زمستانی سال‌های 2025-2026 طبق نقشه شروع از روز 15 نوامبر مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی در ناحیه واسع به موسم گرمادهی شروع کردند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 این بنا عبارت از یک آشانه با صرفه قوه برق برای در سطح بلند گذراندن دوره سرما آمادگی جدی دیده است. همه صنفخانه‌ها را با پیچ‌های علاوه مأموریت مکتب تامین کردند. در مؤسسه تعلیمی مذکور 1197 نفر کودکان در 20 صنفخانه به تحصیل فرا گرفته شدند. 10 تن انگشت، 81 لیتر سوزشواری و 22 کوب هیزم ذخیره شده است. شیشه بندی باشد 100% می باشد. مؤسسه ما گفته میتونیم که پورا سال زمستان سال 2025 پورا میگذراند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 44 دهه پوشانی بالا که 326 نفر کودکان در 11 صنفخانه به تحصیل فرا گرفته شدند با در نظر داشت صرفه‌کارانه استفاده نمودن قوه برق برای زمستان گذرانی موادهای سوخت بسنده میباشند. اطلاع دادند که در مؤسسه انگشت و هیزم و با کمک والدان علاوه طبیعی پوره ذخیره کرده شده است. باید زمستان گذرانی سالهای 2025-26 تیاری خوب یعنی که با زمستان گذرانی آمادگی نازیدن و در مؤسسه نامبرده از 20 کوب هیزم 2 تن و 300 کیلوگرم سوزشواری انگشت یعنی سوزشواری طبیعی باشد 6000 دانه و سوزشواری دیزلی 50 لیتر آوردیم جمع آوردیم و از 15 نوامبر سال جاری علاقه گرمادهی رو در صنف‌ها آماده کرده ایستاده‌ایم. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 66 یکی از دوردست‌ترین مؤسسه‌های تعلیمی در دهه کوهستان گلرود با دوره زمستان گذرانی آماده می باشد. در این مؤسسه تعلیمی در 6 صنفخانه 127 نفر خوانندگان به تحصیل فرا گرفته شدند. در مؤسسه ما مسئله زمستان گذاری خوب به راه مانده شده است، از جمله انگشت و سوزشواری های طبیعی. من فکر میکنم که سوزشواری های ما، هیزم های ما به همین امسال مسئله زمستان گذرانی بسنده است و کفایتی میکند. طبق اطلاع رهبریت شعبه معارف همه مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه با موادهای سوخت انگشت و هیزم تامین بوده تحصیل در مؤسسه‌های تعلیمی طبق نقشه پیش بینی گردیده در فصل زمستان در سطح خیلی خوب برآمده مانده می شود. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید.